سلام عزیزای ناردونی من. امروز اومدیم با هم دیگه ساق بوقلمون درست کنیم. ساق بوقلمون رو من توی رستوران میذارم، معمولا تو منو بیشتر درخواستی میذارم، ولی الان ایام عید و ایشالله خونه همه ما پر از برکت و روزی باشه و پر از رفت آمد مهمون. من اینو میذارم ایشالله برای ایام تعطیلات و عید ازش بتونیم استفاده کنیم. تابر میذارم رو اجاق، روغن میریزم داخلش. این ساقو با نمک و فلفل و زردچوبه قشنگ آغشتش میکنم. این فلفل قرمز طبیعی مال باغ خودمونه، خشکش کردم و قشنگ پودرش کردم. فلفل تند قرمز. میذارم نرم سرخ بشه، نه زیاد قرمز بشه، خیلی نرم سرخ بشه. در همین حد سرخ کردن کافیه، زیاد قرمزش نمی کنیم چون پوستش میسوزه و داخلش هیچ وقت اون پخت اصلی رو نمیگیره. این خودش به مرور وقتی که میپزه تغییر رنگ میده، خوش رنگ میشه. عزیزای من این رو تا حدی سرخ کردم و از تو تابه درش میارم. پیازای خورد شده و خلالی شده رو بهش اضافه میکنم. عزیزان من یه حدی که این پیاز سرخ شد بهش ادویه رو میذارم. این فلفل و نمک و زردچوبه با هم قاطیه، من بهش زدم. یه ذره زردچوبه خالی هم بهش میزنم که خوش رنگ بشه. یه کمی هم از این فلفل تند قرمز فرد علا براش میزنم. عزیزای دلم، ما داریم اینجا ساق بوقلمون میپزیم. یه نکته آشپزی اینجا وجود داره، البته من طرز پختش رو توی پست براتون میذارم. این نکتهش اینجاست که توی پخت طیور محلی، مخصوصا شکمپوریا مثل مرغ محلی، اردک محلی، قاز محلی و ساق بوقلمون فرق نداره. این برای پختش آب زیادی مصرف میکنه، ولی هیچ وقت ما اون آب رو اول کار بهش اضافه نمیکنیم که این پختش کامل بشه. این آب باید به تدریج و ذره ذره در مراحل پخت بهش اضافه بشه. هر 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ربع سر تابر که میگیرم یه ذره آب بهش دور برش اضافه میکنم. انقدر این کار رو ادامه میدم تا 2 الی 3 ساعت طول میکشه بپزه این آب ذره ذره به خوردش بره و پختش تکمیل بشه. اگه بخوایم آبو یه دفعه بهش اضافه کنیم بوی زخم طیور محلیتون میاد بالا. برای همین بعضی از عزیزان من به من میگن که خانم کبیری ما اینو تو خونه هر جور به هر طریقی که میپزی بوی زخم میده، به خاطر اینکه شما آبو یهویی میریزین توش. این نباید تو آب جوش بخوره، این باید تو روغن خودش جوش بخوره و تیکه تیکه ذره ذره بهش آب اضافه کنیم.